در پشاور شمال غرب پاکستان صدها طرفدار حزب جماعت اسلامی ضد ضربه هواپیماهای بی سرنشین آمریکا تظاهرات کردند. آنها طلب نمودند راه اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان بسته گردد. در تاجیکستان سفیر ایالات متحده سوزان الیوت مجموعه یاری‌های آمریکا به مرکز سرطان شناسی دوشنبه را به مبلغ 16 میلیون دلار تقدیم نمود. این مرکز به کمک‌های زیاد نیاز دارد زیرا به علت کمبود مواد و تجهیزات بیماران سرطان اساساً به خارج فرستاده می‌شوند. در قرقیزستان خاطره 138 رهبر سیاسی و روشنفکران را پاس داشتند که 75 سال پیش در رپرسی‌های استالینی کشته شده‌اند. گفته می‌شود در سال‌های 1930 سده گذشته در این کشور 40,000 نفر با تهمت به قتل رسیده‌اند. در مسکو شام 7 نوامبر چند سازمان چپگرا برای تجلیل از سالگرد انقلاب بولشویکی سال 1917 گردهمایی بی اجازه برگزار نمودند. نزدیک به 20 نفر تظاهر کنندگان بازداشت و دیرتر رها گشتند.